بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خدا تعالی عز و جل امدان دنیای گوامهرن جنت ہے، امدان دنیای چکو دنیا سبب جنت ہے، دنیا سبب راضیبون خدا، اما وقت گو انسان گراوا خونه کی دنیا حیاتی دبی زندان و دبی سبب غضب خدا. یجول خدا تعالی عز و جل بوال تنظر نفس ما قدمت لغد. بله انسان میزنه کاش صبحی را چه حاضر کردیا. جلو ای اصحابی گوتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو یا رسول الله گو متى الساعت و گو ما قیامت کن گیا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو ما عادت لها، گو ما تشش قیامت را حاضر کردیا. ای اصحابی دبی ام تصیان گو ما گو یا رسول الله ام گوان میشه عمل خنابن، عمل مال قارشه مزنایا خوده هندکا، ام چقا عمل بکن هندکا، نعمت خدا بحد و بحساب. خدا تعالی ام نعمت هال سر ما زحف چه کرنا و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. بجا ام تشتكي گو ام گوان میشه عمل خوبه بنین، اما صادجا حب الله ورسوله. ويا رسول الله حب خدا ورسول خدا ام گوان میشه وید بن. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو هذا يكفيك، گو اف بسیته یا وقتی گو هم حج خدا بکن، حج رسول خدا بکن. خدا تعالی دبی ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انسان وقتی ریا خدا بمشنه خدا تعالی عز و جل وی محفوظ که جبرول اولیاء خدا جدبی پیغمبر معصومن، اما اولیاء خدا یعنی قنج خدا یعنی انسان گو خو محافظه بکش گناها، یعنی اخلاص آویش خدا را ساغلم به او انسان جی دبن حفظ خدا ده. جبرولو